خبر گرون شدن اینترنت. یه جورایی طرح رو دارن به ماها تحمیل میکنن. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی مشمول ترافیک داخلی نمی‌شود. یعنی انقدر میخوان که اینترنت بین‌الملل رو با اینترنت داخلی، اون شبکه داخلی قیمتشون متفاوت زیاده، اون یکی رو کم کنن که دیگه ناچارن همه مجبور بشن گهگاهی اینترنت بین‌الملل رو بخرن و برن به سمت همون اینترنت داخلی. حتی پیشنهاد میکنیم که اگر قبول نداری خودمون رو، همه کشورها قانون دارن، بعد قانون چین رو بیارید.